Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. یک سوال دارم، چند وقت بود اون خیلی جوابی پر گرفته نمیتونم. یک مرد هست در دیدار بیرونی هم نماز میخواند، هم روزه میگیرد، هم ذکر میکند، هم تو بینید اگر یک مسلمانی بقوت میگید خب لیکن در مثلا در اونجا صحبت کردی ایستاده است، شما ناخوش به پیشش میبید، تیمه رو علیش میکند و سرعت شما رو به پستنی میبیرد، یگون گپی پس میگوید، یگون مسخره میکند. این خیلی آدم رو چی گوییم و چه خیلی جواب دهیم بین خود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم. برای بد بودن یک آدم کفایتی میکند اینکه برادری مسلمانش تحقیر کند، یک کس تحقیر کنه، حقیر شما را پس زند. همین خصلت برای بد بودن یک آدم بس است. خیلی مادامی که همین خلات شما از وی دوری جوید، هم صحبت نشوید، آدم های بد با آنها هم صحبت نشوید. اون دوری جستن علاجش نیست برای اون که راهبر هست در جایی که کار میکنیم. خیلی باشد نصیحت کنید که مقصد یا آدم تحقیر نکن، گناه هست. در اسلام این خیلی آدم ها رو چی خیلی میگن؟ گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که برای آدم بد بودنش همین کفایه هست. یا رسول الله هی تصلی و تصوم و تؤذی جارها قال هی فی النار. گفتن که یا رسول الله زن یا زنی بود روزه می‌دارد، نماز می‌خواند، لیکن همسایه هاش را اذیت می‌دهد، گفتن که وای در دوزخ است. گفتن یعنی که اسلام نه فقط صوم و صلات است، اسلام اینه که فقط روزه دارید، زکات دهید، باید بدی خدا از مردم نگاه دارید و قولوا للناس حسنا، و مردم سخن نیکو گویید. امام بخاری امام امیر مومنین ها در علم حدیث هستند، امیر مومنین ها در علم حدیث، پیشوای مسلمان ها در علم حدیث. علم حدیث در بین خودش علم جرح و تعدیل دارد، علمی که باید یا راوی را گوید که از فلانی علم نگیر، فلانی حدیثش ضعیف است، لیکن با وجود همین میگن که بعد اینکه شنیدم که الله تعالی غیبت را حرام میکند مغتبت مسلما، هیچگاه مسلمان را غیبت نکردم. اگرچه تخصصشان گاه ها یعنی در راه شریعت تنقید بعض راوی ها هست که راوی اگر راوی که کمبودی دارد باید از نگاه علمی جرح و تعدیل و عیبش بیان کرده شد تا اینکه حدیثی وی را حدیثی صحیح نشمارند. لیکن با وجود همین عباره ها را استفاده میکردند. ترک و حدیثه، حدیثش را علما ترک کردند، حدیثش را نگرفتند، همین خیلی گپ میگفتند. حالا که وقتی که امام بخاری یک آدم حدیثش را ترک کردن گویند دیگر عالما در حق وی گفتگی هستند که دجال کذاب، بسیار دروغگوی هست، بسیار دجال است، سخنهای سخت میگفتند دیگرها. امام بخاری خودداری میکرد. بنابراین تا میتوانید کوشش کنید زبان خود را از ناسزا گفتن نگه دارید. والکلمة الطیبة صدقه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه سخن نیک گفتن صدقه است و اذیت خود را از مردم نگاه دارید و هم صدقه است. همین یک کس اذیت دادنی شدید و خودداری کردید، این هم صدقه است.